در پایتخت مملکت شهر دوشنبه با اشتراک غالبان دور ولایتی آزمون جمهوریوی اویله بهترین دور نهایی این آزمون دایر کرده شد. در این دور آزمون معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دیلربو منصوری شرکت ورزیده وابسته به هدف تشکیل و گذراندن این آزمون بیان نظر کرد. ذکر گشت که آزمون اویله بهترین با مقصد تحکیم پایه‌های اویله‌داری، بلند برداشتن معرفت اویله‌داری، تربیت فرزندان سالم و صالحه، خودشناس و خودآگاه و سالم و پایدار نگاه داشتن اویله‌ها همساله راه اندازی کرده می شود. زیرا اویله یک نهاد تقویت دهنده و پیشبرنده ملت و دولت دانسته می شود. بنیاد جامعه سالم از اویله‌های سالم ابتدا می گیرد و نفوذ و اعتبار ملت را استواری پایه‌های فرهنگ اویله‌داری تشکیل می دهد. در جریان این چهاربین دیگر اشتراکداران رئیس کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سخنرانی نموده اویله را پایه مستحکمی دولت و جامعه عنوان کرد. گفته شد که قبول گردیدن یک قطار برنامه و استراتژی‌ها و کانسپسی‌های دولتی در سمت تحکیم زمینه‌های معیاری حقوقی اویله از جمله کدکس اویله جمهوری تاجیکستان، قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در اویله در جمهوری تاجیکستان، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2030، برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در اویله در جمهوری تاجیکستان، کانسپسیون رشد اویله در جمهوری تاجیکستان و برنامه دولتی رشد اویله در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2024-2028 شهادت توجه دائمی حکومت کشور در سمت تحکیم پایه‌های حقوقی و اجتماعی اویله میباشد. راه اندازی شدن آزمون جمهوریوی اویله بهترین که در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان طبق جدول برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان که با مقصد تقویت موقع اویله در جامعه، گسترش فرهنگ اویله‌داری، بلند برداشتن معرفت اویله‌داری و تحکیم پایه‌های اویله‌داری با اشتراک رهبران و نمایندگان وزارت و اداره‌های داخلدار، غالبان دور دوم آزمون ولایتی، شهری و ناحیوی از ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری و ناحیه‌های منطقه رشت برگزار کرده می‌شود. اقدام دوراندیشانه و تحکیم دهنده استواری اویله‌ها دانسته می‌شود. اینک دور جنبستی آزمون در سطح بلند آمادگی با اشتراک بهترین اویله‌ها از مناطق گوناگون کشور جنبست کرده شد. ضمن این چهاربینی مراسم سپردن شهادتنامه عقد نکاح به 10 جفت نوخانه‌داران در وضعیت خاطرمان صورت گرفته. در ادامه غالبان و اشتراکچیان فعال آزمون با شاه جایزه، دیپلم، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدند. با گرفتن شاه جایزه آزمون اویله طاهرов سید ولی از ناحیه فردوسی شهر دوشنبه سزاوار دانسته شده. جای یکم نصیب سیدزاده امیرخان از ناحیه خاولینگ ولایت ختلان گردید. جای دوم را در این آزمون اویله اینعام خان آبیدوف از شهر کنیبودومی ولایت سوغد و اویله نزد خدایدادوف از ناحیه تاجیک‌آباد سزاوار شدند. اویله عزیزبک احمد بکوف از ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان و ابرار عزیزوف از شهر حصار با گرفتن جای سیوم مشرف شدند. اویله عبدالحی ستاروف از ناحیه یاون، عارفزاده صدرالدین از شهر گلستان و اویله شریف خوجایف اعظمجان از ناحیه سنگوار برای اشتراک فعالانه در آزمون جمهوریوی اویله بهترین سزاوار جایهای افتخاری و تحفه‌های خاطروی شدند.